السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد خسته نباشید، آوازتان خسته نباشد. سلامت باشید رحمت. استاد یک سوال و یک خواهش داریم. سوال چنین است که استاد یکی از ریلز های اینستاگرامتان که استاد به یک برادر فرستاده بودیم و در همون جا درباره استغفار میگوید و میگوید که کمبغلی و بیپولی مثال حکمت دارد و میگوید که خداوند اگر ثروت زیاد به بنده اش دهد به کافری دست میزند بنده. و در همین جمله همون برادر اعتراض بیان کرد که و این آدم از پیش خود گپ میزند و خواهش داشتم که همین را شهر میداده تا که همون برادر فهمد به خود. من فهمیدم که مثال شما چیزی از خود مثال وارد نکرده اید و بعد از اون شما باز میگوید از آیه های قرآن شما باز مثال میارید و میگوید مثال همون برادر اعتراض بیان کرده ایستاده است که این از پیش خود مثال چیزی در آورده است و چیزی گفته است غیر مثال گپ خداوند و غیر پیامبر. کمی شرح میدادید استاد در همین باره؟ البته این سخن یعنی این من عبادی من لا يصلح ایمانه الا بالغنى. ربک یقرأ علیه السلام. از من شما حدیث قرائت میکنم تا اینکه اون برادر برسانید که از پیش خودم گفتم یا نه. ابن الجوزی آوردیان این حدیثی دراز بوده است حاضر در کتابی و مجموع الفتاوا میگن که قد یکون الفقر لبعض الناس انفع من الغنى. گاه ها برای بعضی آدم ها کمبغلی بهتر از فایده از بایگری. الغنى انفع للآخرین. اونایی که بای شدن برای اونها بایگری فایده ناکتر است. كما تكون الصحة لبعض أنفع كما في الحديث الذي رواه البغوي. و بعضی آدم ها سلامتی فایده دارد، برای بعضی آدم ها بیماری. خیلی که بغوی این حدیث رو روایت کرده است. و ذکر حدیث سابق اکن الله تعالی هم در سوره شورا میگه که لو بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض. اگر الله تعالی رزق برای مردم وسیع کشاید لبغوا فی الارض، اینو در روی زمین طغیان میکنن، ظلم میکنن. ولکن ينزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. سوره شورا آیه 27. لیکن الله تعالی بقدرین به یک اندازه رزق نازل میکنه، چون الله تعالی به بندگانش خبیر است و بصیر هست، بینا هست، میداند بندگانه. لیکن این طبیعتی آدمی است. الرآه استغنى. وقتی که انسان دید که بی حاجت شده است، پولدار شده است، الرآه استغنى، بی حاجت که شده است، طغى، از حد و حدود میگذرد. لکه گپ زنیش، راه و گردیش همش تغییر مییابد. این چیزا همش اصلا فشرده سخنهای الله و رسولش است. پیامبر صلی الله علیه و سلم من الفقر اخشى علیکم، من برای شما از کمبغلی نمیترسم، من از شما از بایگری میترسم. بایگری شما رو به هلاکت میرساند. چخیلی که پیشینه‌های به هلاکت رسانید، یعنی به هلاکت رسانید یعنی برده به کفران نعمت و به کفران خود الله تعالی برده رسانید درش ممکن. وقتی که فرعون بی نهایت بی حاجت شد گفت که انا ربکم الاعلی، من گفت پروردگار شما، پروردگار عالی ترین شما منم. سببش این که از همه انواع ملک و مال دنیا داده شد. داد مر فرعون را 100 ملک و مال، تا بکرد او دعوی عز و جلال. داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش در دو رنج و اندوهان. تمام مال ملک داده بود. آخرش من پروردگار شما این من هستم، من عبادت کنید. حتی دخترانش هم وقتی که یک موشانه کنکش موش شانش افتید و نام الله گرفت و مقصدت پدری منه در نظر داری گفت.
سانی گفت که نه، گفت من پدری تو رو دارم، من اون ذاتی که پدری تو رو آفریده است، الهی پدری تو و الهی من و تو هست، الله در نظر دارم. و خبر رسان، بعد اینم به آتش پرداخت. خلاصه یعنی در قرآن و سنت آمده هست که بایگری برای بعضی بندگان احتمالی از دین برآمدنش و لیکن احتمال زیادی طغیان رفتنش هست. یعنی وقتی که پولداری کلان شد از حد از خود میرد. این چیزی طبیعتی آدمی هست. خاصتا بعضی آدم ها پولداری رو برداشت کرده نمیتونند. یعنی هزار نصیحت کنیدم نمیتوند اداره کرده، خودش گم میکند. این معلوم است. بنابراین خیلی بگذار اون برادر است که است همه خیلی فکر کند که ما از پیش خودمون گفتیم، از پیش خود باید کسی هیچی نگوید، و خاصتا در مسئله شریعت. یگان جایی نافهماش باشد پرسید برادر تا اینکه فهموتر شود. استاد جان، به من فهمو است، من یگان اعتراضی ندارم. استاد با این برادر مثال بیهوده رازباری زیادی نکردیم و خواستم از شما پرسان کنم و خوبتر شهر دید که تو ارسال کنم یک بار دیگر. همین چی نوارهای اینستاگرام 1 دقیقه و 30 ثانیه میشود است. بله استاد، کوتاه است. بله استاد. و میگیرن میبرن. مثلا آن آدمایی که حالی در پخش مستقیم هست صحبتی طولانی گوش میکند یا اقلا 5 روز 6 روز همراه ما گوش کند میفهمد. لیکن یه ریلسی 1 دقیقگی گوش میکند و معنا پره نمیشه. و ریلس ما خاص یعنی در مدت 1 دقیقه یک مسئله تمام میکنم گفته تیار کردگی نیستیم. من خیلی گپ میزنیم میگیرم میبرم میمونم یک جاشه. بعد نافهمایی ها زیاد میشد. من در ابتدا راضی نبودم به این مسئله ها، لیکن با همین هم میگم برای برادر که یا نعبورید که جمله پره شود تا اینکه نافهمون نماند. با اون کس اگرش نشونیده این طرفی گپ شنیده لا الهش ماند و الا اللهش برادگر کسی لا اله میگه کافر است. خدا نیست الا الله غیر الله. یعنی به هر حال بعد مسئله تیوی یا اصلا برای مسئله های کوته یک مسئله برای دانستن آیا فلان چیز حلال است یا نه، حرام است یا حلال است، برای دانستن یک مسئله کوته اون برای تنبلا هست اصلا، یا برای اونایی که وقتشون تنگ است در استانافکا مثلا متروی منتظر است میبیند که مثلا 1 دقیقه بود است، 1 دقیقه اسفید میکنم گوش کرده گفته گوش میکنه برای همون ها هست. و بسیاری برادران اعتراض میکنن که به همین داملو هم صحبتاش به بسم الله سر میکنند. آقای سری صحبت بسم الله هست، لیکن صحبت 4 ساعت مثلا پخش مستقیم گرفتیم 4 ساعت بسم الله نمیگویم که به هر یک سخن. یک بار در ابتدا بله بسم الله الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله شروع میکنید، باقی موندهش اینو میگیرم میبرم همون مسئله خودش میمونه. و اون نمیفهمیدگی هر چی میگه